بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، در یادتون باشد در درس حدیث ما حدیث هایی که درباره احترام پدر و مادر است گرفته بودیم. امروز هم کمی حدیث ها را دوام میدهیم. حدیثی که امروز میگیریم یکمش باب عقوبتی حقوق الوالدین، باب درباره عاقبتی حقوق پدر و مادر بودن. و کلمه عقوق خیلی گفتیم معنایش اذیت دادن، غم دادن پدر و مادر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ما من ذنب اجدر ان یعجل لصاحبه العقوبة مع ما یدخر له من البغی و قطیعة الرحم. سبحان الله، پیامبر میگویند یگان گناه نیست که آن گناه اولاتر باشد با اینکه جزای آن را صاحبش در همین دنیا ببیند، همراهی بجز در دنیا دیدن در آخرت هم برای او میماند. یعنی گناهی که با کردنش تو هم در دنیا جزایت عاجلا می آید و هم در آخرت از آن جزا به نصیب نمیمونی. یکمش بغی است، یعنی زنا هست، فاحشگی هست که امروز میدانید با هر راه این گناه کبیره رو به مردم چیزی حلال نشان میدهند. و دویومش قطیعة الرحم، قطعی سیله خویش و تباری، با پدر و مادر قهری بودن، با خواهر و برادر قهری بودن، با تقای و عمک، با جیان، هر کس خویش و تبار باشد. پیامبر میگویند این دو گناه هست که خیلی از این بترسید که شما در همین دنیا هم جزایش رو میبینید، در آخرت هم. و جزای زنا رو میدانید، 1001 کسلی غم بغلی رو میآورد. جزای با پدر و مادر قهرگی، عقوق پدر و مادر خویش و تبار به خاطر دنیا قهرگی، جزایش این است که انسان هم عمرش، هم رزقش، هم سلامتیش، برکتش رو میدهد. دوم باب دعوت الوالدین، درباره دعای پدر و مادر. پیامبر میگویند ثلاث دعوات مستجابه لا شک فیهن. 3 دعا هست که این دعاها اجابت هستند و یگان شک در اینها نیست. یعنی 3 گروه هستند که دعای اینها اجابت است. یکم دعای شخص مظلوم، نفری که بالای او ناحقی کردن. دعای شخص مظلوم، چه آن مظلوم از بیگانه باشد چه از آدم نزدیک. پول کسی را گرفتید، کسی را تحقیر کردید، کسی را ناحق دلش را شکستید، شما ظالمید، او مظلوم و آن مظلوم دعایش اجابت است. و اگر در حق ظالم دعا کرد وعده الله است که آن دعا اجابت می شود. دوم دعوت المسافر، دعای شخص مسافر. سوم دعای والدین، پدر و مادر برای فرزند. یعنی پدر و مادر هر دعایی که برای فرزند میکنند دعایشان اجابت است. بس پدر و مادران، خصوصا مادرها، دعای شما اجابت است. در وقت خشم و غضب فرزند خود را دعای بد نکنید. به جای بمیری و نمیدانم دستت بشکند و چیزی دیگر، الله هدایتت کند، از فرزندهای صالح گردی، الها روزهای خوب ببینی. یعنی دهان خود را به دعای خوب آمیخته یا گفتیم عادت کنونید، زیرا دعای پدر و مادر هم اجابت است. ولی که دعای پدر و مادری که ظالم است اجابت است؟ نه، پروردگار رؤوف و رحیم است. پدر و مادری که هم ظالم هستند هم حق فرزند را پایمال میکنند، ببخشید خود عاق فرزند هستند، باز فرزند را دعای بد میکنند که تو این میشوی آن میشوی، دعای بدی آنها به خود آنها برمیگردد. هر کسی که از روی ناحقی کسی را لعنت کرد یا کسی را دعای بد کرد، دعای بدی او به خودش برمیگردد. و اینجا قصه خیلی عجیبی جریج است که اون هم قصه اجابت دعای مادرشان. صحت سلامت باشیم، درس دیگر با هم میگیریم.